خیلی متشکرم از شما که با ما همراه بودید. یک بار دیگه برای آقای دکتر مسعود پزشکیان و برای دولت 14، برای وزرایی که در روزهای آینده احتمالاً بیشتر با اونها آشنا خواهیم شد و اسامی اونها منتشر میشه بعد از اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی و از وزیر پیشنهادی تبدیل به وزیر خواهند شد بعد از رأی اعتماد وکلای ما و شما در مجلس شورای اسلامی. آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله که پیروز و سلامت باشند همه خدمتگزاران ملت ایران همراه با این تصاویر خیلی زیبا. خیلی متشکرم از شما که با ما همراه بودید. یک بار دیگه برای آقای دکتر مسعود پزشکیان و برای دولت 14، برای وزرایی که در روزهای آینده احتمالاً بیشتر با اونها آشنا خواهیم شد و اسامی اونها منتشر میشه بعد از اعلام وصول در مجلس شورای اسلامی و از وزیر پیشنهادی تبدیل به وزیر خواهند شد بعد از رأی اعتماد وکلای ما و شما در مجلس شورای اسلامی. آرزوی موفقیت میکنیم، انشالله که پیروز و سلامت باشند همه خدمتگزاران